سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدین به این ویدیو. من مهدی ام و امروز اومدم با آموزش گرفتن هاکی ابزرویشن توی کینگ لگسی. برای اونایی که براشون سواله، خب هاکی ابزرویشن چیه؟ چی کار میکنه؟ یه توضیح کلی ازش بخوام بدم. هاکی ابزرویشن حکم داج دادن یا جا خالی دادن رو توی گیم داره و به معنای خب هاکی مشاهده میشه، هاکی دیداری میشه که خب یکی از چیز خیلی مهم توی پی وی پی یا پی وی ای توی کینگ لگسیه. امروز بهتون یاد میدم چجوری اول خودش رو بگیرین و بعد چطوری ویدیو یا نسخه آپگرید شده رو بگیرید. خب اول میایم توی سی 1 و حالا میایم تو این جزیره که دارم نشونتون میدم، میشه اسکای آیلند. برین اسکای آیلند تا اونجا بعد ادامهش بهتون میگم. خب خب وقتی میاین وقتی میاین اسکای آیلند میاین اینجا این پشت این NPC. خب نمیدونم، فکر نمی‌کنم کوستی داشته باشه چون ویه که اینو شما کوستشو قبول میکنید و انقدر پول میدین و میگیرین هاکی ابزرویشنتون. برای اینکه ویدو کنین باید چیکار کنین؟ باید بریم به اول باید تقریبا 45 میل و 500 پول داشته باشین. بعد حالا به اون برسیم به سی 2، حداقلش باید برسیم به سی 2. میرین سی 2. خب وقتی میایین سی 2، یک جزیره این پشت هست که توی مپ بخوام بهتون نشونش بدم میشه این. با بیایم به این جزیره تا اونجا کوست به حساب هاکی ابزرویشن ویتو رو انجام بدین و بعد بخرینش که خب جز باسش اگر سطحتون در همین حد سی 2 خب یکم سخته، یکم باس قویه. ولی خب اگر سی 3 اینا هنوز ندارین هاکی ابزرویشن ویدو رو، خب براتون خیلی آسون تره، چون یا مکسین یا حداقل از اون حد باس یا بیشترین یا حداقل اندازشین. خب وقتی میاین این جزیره، این بالای اتاقی داره. اگر برسم خب مرسی. اینجا یه اتاقی داره. اینجا وقتی یک NPC هست، با این NPC حرف میزنین، خب بهتون یه کوستی میده. یک باسی اینجا براتون اسپان میشه. حالا من ابزرویشن ویدیو نمیتونم به حساب با کوست ها اکسپت کنم. اینجا شما این باسه رو میکشین، دوباره برمیگردین پیش این NPC و براتون کوست خود تموم میشه و هاکیتون رو میخرین. حالا بخوام یه توضیح کلی بدم فرقشون چیه. احتمالا ناکن فرق هاکی ابزرویشن ویدو، خب اولین فرقی که به چشم میاد توی اینه که خب اون حد داج دادرتون از 8 که تو وی 8 میرسه به 10. این اولین فرقشه. دومین فرق خب بازه دیدتون فکر کنم بیشتر میشه. من مثلا از اونجا دارم میبینم علی هامو یا علی و کلا پلیرهایی که توی مپن رو میتونم ببینم یه فاصله هایی.
اه، فرق بعدیش اینه که وقتی نزدیک پلیر میشین مثلا من و یه پلیر حساب کنیم، این بخش چند تا مثل این میاد، مثل حساب چیزایی که یه کیوب کرده دستش رو میاد که از اکسسوری تا به حساب فیست و سورد و فروتش رو بهتون نشون میده که چیا داره استفاده میکنه، لول رو نشون میده، یوزرنیم، همه اینا رو بهتون نشون میده. و خب این از چیزای خوبشه که مثلا میخوایم برین دانجن ببینین اون کسی که داریم میریم باش دانجن خود چیا داره، به دردتون میخوره، طرف کمک میتونه بکنه، یا کسی که میخوایم باش فایت کنیم ببینید ازتون قوی تره یا ضعیف تر. خلاصه که این کل قابلیت هاشه. تموم شد. مرسی از اینکه ویدیوی ما رو دیدین. کامنت یادتون نره، لایک کنید، ساب کنید. خوشحال میشم توی کامنت ها نظرتون در مورد ویدیو بنویسین و بنویسین که آموزش بعدی توی کین لگسی میخواین چی باشه. و این بخشم اگه دقت کنین، حالا من داشتم اونجا میگفتم نکنین الان این دوست من تمام اینها رو داره استفاده میکنه و داره به من نشون میده، به حساب هاکی ابزرویشن هم که اینا رو داره استفاده میکنه. اینم نمونه کاملش. خیلی خوب، با اجازهتون، خدای نگهدار.